ذوالفقار، شمشیر معروف امام علی که اسمش با عدالت و شجاعت گره خورده. داستانی پر رمز و راز داره که در دل تاریخ و افسانه جای گرفته. شمشیری که به کابوس دشمنان تبدیل شده بود. ذوالفقار از کجا اومد و چطور به دست امام علی رسید؟ چرا این شمشیر به یک نماد در اسلام تبدیل شد و الان کجاست؟ پاسخ همه این سوالات رو در این ویدیو براتون آماده کردیم که پیشنهاد میکنم اصلاً از دستش ندید و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. در مورد اینکه ذوالفقار از کجا اومده روایات خیلی زیادی وجود داره. در کتاب خصائص الکبری نوشته شده که ذوالفقار از غنایم جنگ بدر بود که توسط پیامبر به امام علی هدیه داده شد. اما در روایتی از کتاب بدایه و نهایه گفته شده که این شمشیر توسط جبرائیل از بهشت آورده شده و به پیامبر سپرده شده. در جنگ احد شمشیر امام علی بر اثر برخورد با سپر یکی از دشمنان شکست. امام علی نزد پیامبر برگشت و شمشیر دیگری درخواست کرد که پیامبر ذوالفقار رو به ایشون داد و حضرت علی به میدان نبرد بازگشت. رسول خدا وقتی جنگاوری و شهامت حضرت علی رو دید فرمود: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هیچ جوانمردی مانند علی نیست و هیچ شمشیری برتر از ذوالفقار وجود ندارد. سوالی لجب آمد دقتت فرزانه وار، مرتضی تک پهلوان شمشیر تک شمشیر وار. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف. این جمله یکی از معروفترین نقل قول‌هایی که در متون و اشعار اسلامی استفاده میشه. ذوالفقار یک شمشیر دولبه بود و طوری طراحی شده بود که برای جنگ‌های نزدیک بیشترین کارایی رو داشته باشه. ظرافت و قدرت این شمشیر به حدی بود که به راحتی سنگ رو نصف می‌کرد، زره رو پاره می‌کرد و دشمنان اسلام رو از پای در می‌آورد. اما این همه قدرت از کجا آمده بود؟ دلیل اصلی قدرت ذوالفقار شکل و ظاهرش یا تیغه دولبش نبود، بلکه به خاطر این بود که در دستان امام علی قرار داشت. بازوی نیرومند امام علی بود که به ذوالفقار هویت میداد و اون رو از سایر شمشیرها متمایز میکرد. دلیل نامگذاری ذوالفقار این بود که در پشت این شمشیر شیارهای کوچکی مانند ستون فقرات انسان وجود داشته. به همین خاطر اون رو ذوالفقار به معنی دارنده و صاحب خراش‌ها نامیدند. ذوالفقار در جنگ‌های زیادی در کنار امام علی بود و همینطور که الان می‌بینید در اکثر تصاویری که از ایشون وجود داره ذوالفقار هم در دستشونه. بعد از امام علی ذوالفقار به امام حسن و سپس به امام حسین رسید. از اینجا به بعد اختلاف نظر زیادی وجود داره. در تاریخ طبری نوشته شده که این شمشیر به نوه امام حسن رسید و در جنگ‌ها دست به دست چرخید تا اینکه به دست هارون الرشید خلیفه عباسی افتاد. در روایت‌های دیگری هم اومده که این شمشیر به ترتیب در دست 12 امام چرخیده و در نهایت به امام زمان رسیده و الان در دست ایشون قرار داره. از امام صادق علیه السلام نقل شده وقتی که امام زمان ظهور کند شمشیرش همان ذوالفقار علی است. البته عده‌ای هم بر این باورند که این شمشیر در یکی از موزه‌های امروزی نگهداری میشه. به هر حال این شمشیر پر از رازها و اسرار پنهانی هستش که قضاوت در مورد اونها کار ما نیست. تا جایی که تونستیم مطالب مهم و معتبر رو پوشش دادیم. امیدوارم که از این ویدیو اطلاعات جالبی دریافت کرده باشید. برای حمایت از ما لطفاً لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که تاریخ آموزگار بزرگ ماست.